سلام علیکم. خب اینجا یک مهاجر خب یا خفه نشی. یک مهاجر بفرمون. سلام اکا علیکم. سازه بان برادر جان برای امو مردا گفتم یک گپ زنیم باور که هر روز هم به خدا قسم یعنی قطعی زنم بگیم هم خب نیستیم ده هم پستین گریه میکنیم که یک فرزند میدکی امروز تاسب کرد به خدا چوم چی خیل شدیم که تیمبولی ولد گفته که 6 آدم یک خانه آسانه ای بر پدر تو نالت ای بوم ابراهیم بلا در طرف امو دجال خدا زده گپ میزن در دهنی استغفر الله استغفر الله ای خدا بزنه تو ای برزگاه ای بر پدر تو نالت خداوند پروردگار چند کس دمی افیر هستن همشون آمین بگم پروردگار در خونه نمی دجال در خونه نمی چوپلوسایی که ای طرف دجال میبرن گپ میزنن پروردگار انای مصیبت در خونه انمو بیه من انمی قگاب میگم تمام گون گپ شو گفت نیستم ای خدا بزنه تو لعنتی ها ای بر پدر سازنده تو نالت شما را که شما بلا مسلمان هستی 6 آدم یک خونه مرده است 6 آدم یک پشک یک رسم میبره چون چند قبله دو میکنه و چی میکنه میبره امورا پل میتیا گورو چون میکنه که پشک یا حیوان های مادا میپرتویمش در بیرون بر پدری و چطور نالد درسته. امروز تاجیک بقدر شده و همین خاطر باید ما مردم، منم دعوتم همینه که مردم بیای سرجم شیم، یک دولتی بسازیم که مردم زندگی خوب داشته باشه. ما لایق این چیز هستیم. ما میتونیم که زندگی خوب در تاجیکستان پیدا بکنیم. ما آب، سوید، همه چیزا رو میتونیم که به دست بیاریم. سبب در چیه که امروز این مردم ما مهاجرای این کمبودیای حکومت در 30 سال یا که در 32 سالی که حکمرانی داره امروز رحمانوف یگان مشکلی بود چیدگی نیست. سوید تا سال 98 تا بود، بعد 98 تا این روز دیگه لیمیت های یک آدمی که نمیتونه در 5 سال یا در 7 سال رزمیت یا پیش بردن باید به استعفا را تمام دیگه یگان چی نیست. برادر عزیز مهاجر تشکر حقلا یک بار بر پدر یا چد نالد یک بار بر خونه مردو گام چی خبر دارن چی حال دارن چی کار دارن شما بلد میزنه گیره این دنیا را که که شما باش بیاین بخیزیم ببرویم بعد یا که شما بلد عرق خوردگی چکاکگی که شما شورشه بعد بخیزه بیه به خدا قسم یک تش خونه ما نرفتن یک تش باوری دارم بر پدر یا چطور نالت کدامه که هستن التماس آمین بگین کدامه که میشنویم آوازی منم پروردگار در خانه نمی چاپلوسا در خانه نمی دعیوسا در خانه نمی دجالا پروردگار انهای مصیبت روشان بیاره که در یک روز 5-6 تابوت ببرورن آمین آمین ولی برادر خدا نگهبانت باشه. مال خوب خدا نگهبانت. خب این برادر سنت. سلام علیکم. و علیکم سلام. خوب هستی برادر؟ الحمدلله. آخری برنامه بده، خیلی بفرما. نه بعضی وقت همین آخری برنامه آدم مجبور میشه که داخل شود. بله بفرمایید. واقعا من در همین ملت عجیب دمی غلطم ده خیلی یک نمود گپ میزنن یا نمود سوالات میتین که دیگه ایمی روی کینگ خب کگی جان در خطر ای بعضی وقت خجالت میکشه گوارتی برادر عبدالخلیل. بله نه مقصد پروستا من همین برنامه رو نمید که اهمیت نمیتیم. فهمیدی وقتی برنامه تمام میشه من ای سرکه همین ویدیو رو تماشا میکنم. در اینجا چی گفتم باید چی بگم بعد میستم کو همونجا تماشا میکنم به خدا ما یک سوال میتیم در سوالم یک نمود جواب میگیرم که باور که ناگفتنی ده. من تب میگم یک کسی دیگه بید میگه.
بعد وقتی که خودت توت میگوی که از بد میگه بعد تو میتونی با همین توت بدگویی وطن برای زندان شه اینو بد گفته بگردم خود همین نمیگم با همین انشالله که خاطر من خوب واقعا بشه. بعضی وقت خودم در خودم خیلی حیران میشم که برای به دست آوردن آزادی تو باید خودت قربان کنی قربانیش بشه که آزادی به دستت میاد با این بله خیل پس پرده بدن شما یگان نمود آزادی را انتظار نباشین انشالله بعد رمضان همه یگان تاش دعوا داشته باشم میگم اینا بیاد برگشت به وطن برنامه فقط میره خیلی گپ نیست خدمت ذوق داشته باشه اینا من یکم بیا بره هر روز میبرم در این برنامه مخالفین اکو کای میریم نه من تیورم چکو کنم هیچ کار نکرد آگاه باش هر روز میتونم که خیسته رفتن در کار تمام همون روز هم پیش سامانی باشی تمام دیگه اینا من قبل برادر در یک گپی من یک 3 سال پیش گفتگی بودم که باید مردم بخیزه انقلاب کنه پسان ما میاییم برای که ما رفتن نمیتونیم در سری پاورات ما را میقپند من همین گپ من میخرم همین مردم من با همین جانم بازی میرم بقپنم نه که همین مردم که من ببینم که همین مردم ما واقعا در همین گپ شما هستن که همین من برم مردم میخیزه یکون کار میکنی یکون مشکلی نیست میخیزه میرم گفتی همو نگاه یک شناس که گوسپند اینر برای قربانی های گوسپندی مادنه نگاه که برادر عبدالخلیل که خود درست گفتی خود در یگان گپ زنی خجالت نکرد اگر خودت اشتباه انکنی وقت قبول داریم هیچ گپ نه اما این مردم بخمون اگر همین اولیا را اسمون بیار اولیا را نصیحت چون نکو با همون اولیا را ای بکمجش نمیوام خدا واقعا من اگر هیچ شما معلوم میگن میشم نگاه که برادر عبدالخلیل نگاه که خودت مثالی عادی داخلی زندان‌های تاجیکستان پر از مبارزانه در داخلی زندان‌های تاجیکستان هر مبارزه که ما و شما بناخونی با برابر نمیشیم بله درسته 100 مرحمت برای شما مثالی عادی پرزیدنت امروزه قرقیزستان بله بخزین انقلاب کنین شما سپیچکا نگین شما یگان استاد اولیا شیخ انتظار نباشین یگان دولت خارجی هم در فکر شما نیسته بله بخزین انقلاب کنین اگر با هم گفته خودتون زور بیارین رحمان فچپا کنین در داخل زندان توسون پر از پرزیدنت پر از سروزیر پر از دیپتات پر از ما رئیس را ولایت انتخاب شهر نکنه ما ما را را انتخاب انتخاب نکنه نکنین با خدا قسم ما را انتخاب نکنین ما با هم آموزگاری خود میرم با هم یکنیم از رسومان زندگی میکنیم شما مرحمت عزت همون زید سعید دلیر امام علی عبدالله غربتی ما با ناخونی پای و یا برابر نمیشیم بله درست شما فقط همین جسارت بکنین بخزین که یا دعوا کنین انقلاب کنین بخزین که یا دعوا کنین میتونین همین دعوا را کردن مثل ما دیکتاتور نگین یگان چیز نگین یا اون کسا با افراد دعوت نکنین برکم تی بگو تمام بله ما برادر جان یک چیز نشون کنیم با شما با همین برادر بینندهات گرچند کمان باشه در این بعد تماشا میکنن یا برادر در اومد با نام کی بود دیکتاتور بود نامش نویسندگی بله همین برادر دائما داره در افرای همین مبارزه با سوالای خیلی عجیب غریب میتیه کسی که میگه شما چیکار میکنین کی میرین اولین سوال خطاب ته که اعضای کدام حرکت یا گروهی ما اگر بله نادرست باشم عبدالخلیل خیلی برو خدمت دعوا کنین بگونه نادرستی کسی که میگه که شما مبارزه کی وطن میرین یا چیکار میکنین خطت سوال بده که اعضای کدام حرکت یا حزبی بله از حزب مخالفا هم باشه از حزبایی که حالا در داخل تاجیکستان هستن فرق نداره تو باید در زندگی یه موقع داشته باشی موقع تصمیم گرفته بتونی که برای چی نمیشه وقت خونه‌دار نشه زن نگیری نه میگم باید حتما زن بگیرم بله و همین خاطر تصمیم تا میگیری اعضای حرکت‌ها یا حزب حرکت‌ها که جانب مخالفن یا در داخل تاجیکستان حزب حرکت‌ها فرق نداره تا اعضای همونا هم بشن ما راضی هستیم بله درسته
تصمیم میگیری اعضای دل خو حرکت‌های مخالفی بسیار حرکت سیاسی گروه 24 مثلا نو تاسیس شمی حزبی عبدالخلیل بگیم بله شما دیگه نگاه نکنید که کدام حرکت کدام حزب ماشاءالله زوره استاد گارنی بسیار سیاسی در زوره اعضاش بشه وقتی تا اعضای همو حرکت چیدی همو حرکت را فهمونده داده میتونه که کی به تویستون میروه یا نادرست هم میگه پا عبدالخلیل بله درسته بعد میپروین نمیجه در ما را دعوت میکنین نصیحت میکنین نمیدونم یا نمود گفا میزنه که آدم خیلی خجالت زده میکنین بله با همین برادر خاطر عزیز عبدالخلیل تشکر جان زیاد آخری برنامه خداحافظی کردنیم 3 ساعت گذشت بله سلامت باش انشالله موفقیت خوب در پیش شما را هیچ وقت ناامید نشه هم کسی که سوالت میتیه کو نترس اعضای کدام حرکتی بود تمام بله مثلا عبدالخلیل در آلمان باشه اومد در گلندیا بگیم تو در پیش من نیست هم روسیه یا هم دولت‌های که قرار داری میتونی که اعضا باشه یا جانبدار باشه بله وقتی که اعضاش یا جانبدار شدی واقعا اگر به شکل خالص باشی در قدمت در راه بعد ما تو را گفتم میتونم که ما کی تاجیکستان میریم ای داخلی ما شما خرزار نیستیم که هر یک تایتر برون سوال جواب بدیم که ما فردا یا پس فردا تاجیکستان میریم بله تشکر زیاد برادر سنت الله ما یک نفر دیگه طرفدار رحمانوف میگه سلامت سلام علیکم همینه بعد خداحافظی می‌کنیم بفرما سلامت باشی تشکر زیاد سلامت باشی ما یک گفتنی دارم برای پیشرفتی برای مهاجران برای همه غریبان اگر عذر هسته بله بله خیلی میفهمین با خود ما غم مردم هم میسوزم دل میسوزه مردم همه یک میشه که ما در اقبال و در اشرف برآمده نمیتونم که گپ زنم نمیتونم بلکه یک کمی الماس فقط تلفن ما میگیرد تلفن میبرد بلکه این آدمی دستوی نه آدمی همین تلفن میبرد او میفهمه همه را تنیم در اول سخن نمیگذره نمیتونم گفته با خدا قسم یک کمتون برای همین انتقاب برای یک پیشروی تاجیکستان میشه همین کار کنیم یک گفتم میشه ممکن پیشرفته در تاجیکستان شوه ممکنه پیشرفته شوه ممکنه هر که ایدست ما هیچ نمیه تام نمیه ایدیشن یک کار کنم که یک دو سه ماه همون کمپی مسافر در تاجیکستان هست کو کمپی مسافر همون یک دو ماه کمتر توقع کنیم پول روی نکنیم در همون خوچون میخیزن هوایو برادر عزیز خوچون میخیزن برادر عزیز 4-5 سال پیش پیشنهاد کردن مردم زندگی داره چه پول روی نمینه من اروپا آخی نه توغوری که بد معقول خوزی هم پیشرفته کمپین مسافر در تاجیکستان میروند در اوج سیانکه میکنن روی میکنن ای کار در نره ای کار بلکه او سیرم سیرن هم برای سیر پوری هم پول روی نکه او پینسشون نمیرسه پینسشون ما همیشه رابوچیک دارم رابوچیکای ما در همین روسیه کار میکنم با خدا قسم رابوچیکم 40,000 اولی پینسه میگیرن 40,000 ما یک خلاصه میارم 40,000 پینسه میگیرن 30 خالتا اور میشه یک خرسینه مالش نابودش یک خرسینه ای دولت مسلمانی اسلامی اوخی در کجا تقول مکی پینسه مردم یا لینچه ارد خچه خلونده نمیتونن پنسنر ما بودا یک فکر دمیم همین مهاجره که هستن یک کمک یک فکر کنن
مهاجرام خیلی مهنت میکنن زحمت میکنن ایچه میکنن فکر نمیکنن اونجا اجدارا بسیار در اونجا همون یک کم تک فکر کنن ناموس کنن بقبن گپ شنن همون چکنن یک دو ماه پول روی نکنن ممکنه نقشوه ممکنه او به خدا قسم دوست بلغا و کدمن و همون پالقه میخیزن خشون میخیزن و همون سفید کمپیر خشون میخیزن اگر یک خیلی مالی ای عبدالله ایو جناب علی پاپیش با جناب علی پاپیش ای رو همه نتی او بیاقلن او اگر فکر داشته باشه عقل کوک نکو ای که مهاجر شده ای که مهاجر در غریبی های او رو عقل فکر نمیکنن مالی نباشه ای باید شوی تری خیلی تری میشوی تری ای باید ما و تو اهمیت نتی ما و تو نماز میکنیم ما و تو نماز میکنیم احمد بود نتیم در ای تری کوربوری ایو عبدالخلیل برادر عزیز تشکر زیاد. من عبدالخلیل راستش آخری برنامه خداحافظی می‌نم. خدا نگهبان تو. اوکی همین میشه که همین یه هفته دو بار همین افیر کنی برادر عزیز یکم میشید و دیگه نمیتونیم جا وقت برادر عزیز وقت در اروپا نه قیمت ما میفهمم ما فقط شم بزرگ بگه ها همین که وقت دارم همین برای بچه که همین بچه هایش نمیفهمن و هم باید فهمیش دکره دوام یک خوندن دکره بخونن نخوا مواجه شوا بچه هایش بیان جروب لپوتکه بگیرن اوکی ایتم توگل نمیگیره اوکی اونشون دم خیلی میره با هم برای تویشونه جروب لپوتکه خوندن نو جروب لپوتکه پل کنن ایتایی توگل نمیگیره اوکی با بچه هایش میگم بله برادر عزیز تشکر زیاد. انشالله که خوب میشه برنامه ها. انشالله که چند برادر دیگه هستن در ایفیرا. انشالله که روزا تقسیم میشوند، روزای معین میشه. ای سپس من ممکن در رمضان هفته دیگه روز شنبه اگر بتونم تمام بعد دیگه در رمضان انشالله که پنسیه میبرم. بعد رمضان انشالله که با کاربار دیگه اکای الماس ما ممکن یک 10 سال 20 سال ایچه ممکن کلام باشم اکای الماس یکی بروم همه مرا قبول که یکی بروم میگم چوپلوس برای ما کسی صحبت کنم میشه هم خیلی ما بروم یک سخن کنم قدیم چوپلوس میبروم یک سخن کنم که او همو ای چی جهت تو اومدی رسی اومدی پول کو کسی ای چی جهت دیدگی تو ایرسی بورسی ما همون سخن کنم میپرم بفهم میگم ایو ما ایو انا ترجمه زندگی رو بفهم میگم زندگی اون ممکن نقض باشه ممکنه باشه چوا پیش پوتین میاد کار کنن پیش امالی کار نمیکنن همون رو میپرم بفهم ما همون میفورم بفهم که چون پیش پوتین میان کار کنن و پیش جناب عالی در کار نمیکنن من همه محکوله میفورم که من میفورم هم خیلی کار در باشم رنگ همو عبدالله میخیلی همتای جو در باشم میگم همتای جناب عالی با پیش من همتای محکوله پس یک سخنه بچه های یاش فقط بخونن که این جناب عالی فکرش نکنن فقط بخونن که این جناب عالی بیاقله پیتو خوندگی های پیتو ما خوندگی هم ساله 89 خوندگی هم 89 90 خوندگی هم پیتو ما هم خوندگی هم ساله سیوز ما پروست همون را بساییم این ای پیتو اقل یاد نمیگه فقط همه دیپلوم میگه تمام این پیشرفته مردم نگاه کردن این دیگه ایو خوندگی او دیگه ترکسیسی پروا او دیگه ما همون را میگم که همون یک برای هم بچه که اینو حوزی خیلی من میفهم ما این اولی در زمانه رفتی سعی در توریستان چکر که برای کمر این چند قضه این پار نام بود اصول نام بود یک 6-7 سال چی نیستم
برادر هست عزیز میتونید انشالله او که لبا در برنامه های آینده انشالله بیا با صحبت میکنیم راستش من او نکه 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 الماس خیلی اکاد میگم